شمتلوی پاکدامن عزیز از شما بپرسم، واقعا این دین به نام اسلام گیرایش برای خودت داره؟ این چسبایش داره؟ جذابیت داره یا نه؟ متاسفانه که نداره. متاسفانه که نداره، چون که من دین اسلام یک دین، یک ایدئولوژی عربی میدونم. یعنی کسی به نام محمد که من بسیار باش احترام دارم و خیلی به حساب چی میگن جینیوس بودنش، نابغه بودنش خیلی عقیده دارم، با کار کرده و با چیزی که به حساب زیر نام دین در خاورمیانه آورد، یعنی قوم عرب از یک قوم قبیله‌ای به یک ملت تغییر داد، تبدیل کرد با او عقیده و با او کارهایی که به حساب چیز کردی زیر نام خدای یگانه و اینا اونا. مثلا وقتی که ببینین خیلی شباهت با دیگه دینا دادن است. فکر که یک سریال شروع میگه، یک اپیزود دیگهش به حساب پیش سرش برآید و نامش چی است؟ خودش 11 تا زن میره، دیگه را به حساب 4 تا حق است. خودش میتونه با هر زن بیوی هر کس آرزویی کنه، به حساب هیچ کس حق نداره بودن از او با حساب چرا از او آرزویی کنه. در قرآن تقایت آمدگی است، با زن پیغمبر اجازه نداری آرزویی کنی، اما خودش میتونه، به خاطر که اشرف مخلوقات است. اون تیاگالت دیگه، مثلا مسئله زن باشه، مسئله درس باشه، مسئله علم باشه، مسئله به حساب بیولوژی و استرولوژی و فیزیک و گپ و جغرافیا باشه، اینا باشه خیلی پسمان هستن. مثلا متمتیک در ریاضی 2 + 2 4 حاصلش 4 است، اما اسلام حاصلش چی است؟ در یک کشور اسلامی نشان بدین که به حساب بهترین سطح رفاهش و بهترین شکل دینش زندگی کنن. نیست. خودش یا نیمه کلا اروپایی است یا به حساب هیچ ربط به اسلام یا هم نداره. مثلا کشورهای عربی رو مثلا اتحادیه امارات عرب به حساب ببینید، به حساب یک چیز انگلیس است. یعنی میفهم طرف سنگاپور اگر برین یا مثلا طرف اندونزی و طرف ها برین، هیچ ربط به اسلام به حساب ندارن. از او خاطر مالزیا که باید مالزیا بیرقش یک بار ببینید شما از بیرق آمریکا هیچ فرق نداره. از او خاطر یعنی من چیز گرم نمیبینم، یک چیزی که به حساب واقعا مرا به حساب زیر جذبه خود قرار بده. من خود از مکتب دینی فارغ شدگی است، من در مکتب امامتی خواندگی انسان هستم در ترکیه. در مکتب ما به حساب معلمای ما از پانتونای چیز عربستان است، پانتونای به حساب سوریه است، پانتونای اردن دکترا کردگی معلم ما بودن. همیشه بوده برای موضوع دین، فقه، اینا اونا باید هیچ جره بحث میکنن. اما دین نمیتونی درباره‌اش جره بحث کنی، چون که یک موضوع عقیدوی است. هر سوال نمیتونی از دین کنی، درباره هر موضوع دین نمیتونی جره بحث کنی، چون بسته است. میفهمی یا نه؟ از اون خاطر برای یک چیزی درباره‌اش نتونی جره بحث کنی، درباره یک چیزی نتونی انتقاد کنی، درباره یک چیزی نتونی به حساب چی میگن داده گرفت فکری کنی. از اون خاطر برای من یک چیز هست که نامکمل است.